سلام دوستان خوب گل آمپولی. امروز اومدیم با ویدیوی جدید گرفتن یه دونه از گردونهایی که وارد گیم شده. امروز با مالک سایت یعنی یوسف آمپول و یه اسکواد آمپول تیم قرار ویدیو رو براتون ضبطش کنیم. آقا خود مالک سایت هم اینجا سلام خودش رو معرفی میکنه. بچه‌ها سلام، خوبین؟ یوسف آمپول هستم. اومدیم که گردونه رو براتون خالی کنیم، اسکینگان رو بگیریم. بچه‌ها ویدیو رو حتما تا آخر ببینید چون خیلی جذاب میشه و اینکه یه دونه کد جم گذاشتیم داخل ویدیو، مشخص نیست اولشه وسطشه، باید دقت کنی آخرشه، هر کی زد نوش جونش. و اینکه کانال تلگرام و اینامونو از دست ندین، کل چالش خفن داریم براتون. و اینکه خلاصه تورنمنت های زیادی هم در راه داریم براتون که ایشالا با هم بترک کنیم. محسن جان حالا اگه چیزی من فراموش کردم به بچه ها بگو. خب آقا میخوایم امروز اسکینگانی که اومده و خیلی هم سر صدا به پا کرده، اتفاقا چند تا گردونه آورده که خب 590 یکیشون که میگن خیلی هم الان میگن بگیریم یه گانیه که خفنه. تا جدیدن تو دو سه آپدیت قبلی وارد گیم شده گانش و الان داره اسکیناش میاد و یکی هم میزونه که خب طبیعتا الان وقتی ریوایو میشی گانه دستته و یه گان پر استفاده ای شده برامون جدیدن. ما حالا تعداد جمعمون 5 خب تصمیم داریم اگه شد دوتاشو در بیاریم، اگه نشد اول بیزونو در بیاریم و در ویدیوهای بعدی اونم M590 هم در بیاریم. آقا خیلی هاتون گفته بودین تو این گردونایی که اومده برین گان لولی ها رو بگیریم بخواید درصداشو ببینید. گان لولی ها حقیقت دروغ بهتون نگم ما همشو گرفتیم و خب منتها باید رو اکانته فیک یا اکانته شما بزنیم که به زودی که چالش میذاریم. یکی از کسایی که برنده چالشمون شد میایم حالا یا حالا تو همین گان لولی ها یا گان لولی های جدید براش خالی میکنیم با هزینه جمعشون هم خود سایت آمپول شاپ بهش میده. و خب چون ما خودمون کل گان لولی ها رو داریم فقط میتونیم ویدیو گان لولی های جدیدی که میاد و بگیریم و اگه خب حالا بچه های گیل یا کسی که میشناسه میشون گان لولی ها رو نگرفته بود حتما ویدیوشو براتون میگیریم و میذاریم. آقا میخوایم بزنیم اسمشو نمیدونیم قراره بهمون محسن جان الان میخوای 100 تایی بزنی یا 19 تایی بزنی؟ نمیدونم واقعا. بزن یه 100 بزن داداش، مسئولیتش با خودم. با بزن خودم بالا 50 تا میگیریم. آره بزن انشالله که بالا 50 تا بده. داداش، من میگم 50 بگو 50. یه سه انداخت یه 5 انداخت دماغی یکی انداخت 50 نشد 13. 2 4 نگرفتی. 13 حاجی یه 50 تایی بده روزیم به قرآن. حاجی این چیه این گردونه باگ داره، باگشو بزن. والا باگش میگه که میگفت بزن نمیدونم 4 تا رو اینا بعد بزن رو این بعد کنسلش کن بعد دوباره بیا اینجا بزن روش بعد یه دونه بزن فکر کنم چیز خفن میفته نمیدونم. نکو گانه رو میده. خوب داد. نه رید. نه نداد. چرا بهتر داد خوب داد. نه پیشرفت کردیم داداش. بذار پیشرفت الان من بهت کرد. بگم. دوبار بزن رو گانه. خب یه بار بزن رو 50 تاییه. خب 3 بار بزن رو 3 تاییه. سه تا یک دو سه خب آره الان 179 رو بزن. تیکشو فعال کن و خب تیکشو بردار. بعد خب بزن. نه دو تا دو داد فکر کنم باز پیشرفت کردیم. 16 پس رفت کردیم یه دونه سه داداش انداخت. شانس من ریده. خودت بزن داداش. یکی در میام ببینیم کی شانسش بهتره. بزن. آقا من میزنم یه بسم الله کنیم. آقا بریم. بده یه 50 تا یه 5 تا داد. بابا یه 5 تا میده بقیه رو میده رو یکی چه خسیس بازی. داداش همون خودم بگم سنگین ترین. خب بریم بگو. بزن رو یخ، بزن رو تخم مرغ، بزن رو گان. خب یه 179 بزن. خب تموم شد رفت به کارش دیگه. بزن داداش بزن. 62 تا رو گرفتیم یه پنجمش رفتیم. مثلا این اگینه رو بزنی چه اتفاقی میفته؟ حاجی 14 تا حاجی یه چیزی هم از یه وقتایی میگم بعضی گردونا باگ داره مثلا این دوتا گردونه توکناشون یکیه خب میگم برو اون خب یکی هم بزن احتمالی که بیشتر بهت بده تو بهتره. کناش یکیه آره مطمئنی؟ آره توکناش نکن 76 تا اینجا داریم بذار اینو بزنیم امتحان کنیم. خب اوه داد 50 50 داد 50 داد پشمام. اربام
50 تا بنازم حال کردی خدایی؟ داداش دم میگم الان اون یکی گردونه رو بزن. آره الان بریم باز کنیم. دیگری باید رکب بزنیم به چیزای. آقا نه بریم داداش یه 19 تایی بزن اینور، یه 19 تایی هم 19 اونور بزن، بعد دو تا 179 بزن. بذار سری بعدی. یه 3 تا داد، یه 2 تا داد، 2 تا داد، یه یه 5 بابا خب بازم نمیدی که بودی. حاجی چند تا توکن میخواد گانه؟ 235 تا میخواد. خب الان برو رو اون یکی یه دونه یک بزن، یه 19 تا بزن رو اون یکی اسپین. خورد که چی شد؟ باگموز شدی؟ آره بذار درستش کنم. عجب خب درست شد دیگه. بریم یه دونه اینجا بزنیم انشالله یه 50 تا دیگه بده. یه دونه بزن، یه 19 تا بزن. یه دونه داد. خب الان اونورم یه 19 تا بزن. یه دونه داد. خب الان بزن دیگه 179 تا بزن. آقا نمیدونم برای مردم با یکا همه چی در میاد. خوب داد. 50 تا نداد. نه شانس تخمی ماست. خب آقا 170 تا گرفتیم تقریبا 50. داداش این گردونه که 50 تا داده دیگه نزن، این دیگه شانسش خیلی کمه 50 تا رو بهمون بریم بده. اینو بزنیم. آره داد. آه داد 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 داد. داد. نگفتم حال کن. اصلا چقدر شده جی. اوه وای حاجی 3 تا دیگه هم میدادی گوش نه. بذار یه دونه بزنیم. ولی فکر کن 50 تا بده. یه دونه داد. یه دونه دیگه هم بزنیم. حاجی برگام به داد دکان. سه تا شد اوکی. ای ولجی سر چیزش گرفتیم. آقا بریم بگیریمش آنباکسش کنیم. ملت میرن ویدیوی آنباکس مانباکس میگیرن. بریم بگیریم دیگه. مردم آن باکس آیفون میذارن، آیفون 17 ما میایم آنباکس. اما آقا آنباکس شد. بریم. اوه چه خیلی خوبه. انیمیشنشو ببین. حاجی خیلی خوبه. گان خوشگلیه جدیدن. این از بعد میفته رو دوشت خیلی خوبه، خیلی اصلا مشخص نیست. حالا تو ویدیوی جدید میریم تستش هم کنیم. حاجی این گردونه هم بزنیم. اینو فکر کنم بده آسکا داریم. بزنیم به نظرم نزنیم. یوسف میل خودت ولی به نظر من نزن. نزنیم چون من اصلا خودم به نظر منم نزنیم چون قراره به زودی کلی چیزای بالتر چون اسکین آره خودشو داریم چون از این گان. یه دونه اسکین دیگه هم داریم. بذار اسکینشو بیاریم. اسکین ممکن کاش نذاری زیاد ویدیو طولانی شه، باز خودت سلام میدونی. اتفاقا ویدیو طولانی خوبه ولی اینجاست. این اسکینه رو داریم. تقریبا شاخ بود ولی خب اون دیگه الان شاخ تره. ولی معمولا اینم خوب میزنه. من آخه من با این نمیزنم، من زیاد با این دقیقاً 519 نیستیم. والا به قرار تقریبا 14 15 روز دیگه ست لولی و گان لولی و وارد گیم شه. و بعد تقریبا آخرم قراره بیاد. کمترین حالتش دک و جم میخوایم. تو این حالت دک و جم هم خب با این وضعیت و با این خرابی چیز دیگه حالا قیمت و اینا همونجوری که گفتم دیگه باید مراعات کنیم رو جمعمون. و امیدوارم که این ویدیو فقط لایک بخوره که خب انرژی بگیریم که ویدیوی بعدی کل گردونه رو خالی کنیم جای گردونه. و خب سابسکرایب کنن دنبالمون کنن کامنت مثبت بذارن که برای ویدیوی بعدی شروع اشتیاق بیشتری داشته باشیم. آقا یه کد مخفی هم حالا گذاشتیم شما بگردین پیدا کنید. این کد مخفی احتمال داره هر جایی هم باشه. آقا اگه اون کد مخفی جم یه تیکه شماره است که اون تقریبا 12 13 رقمیه شاید بیشتره نمیدونم چقدره. و اینکه شما گرفتینش بریم وارد سایت خود گارناشین قسمت ریدیم کد و تو اون قسمت یه ریدیم کد نوشته اون کد رو بزنید آیدیتون هم بزنید لوگین شین وارد اکانتشون اسم اکانتتون که اومد بالا مثلا میاد آیدی اکانتتون رو بزنید میگه پول تیمی ریدیم کدی که زدی جمعه میاد رو اکانتت. ریدیم کد شانسیه. من نمیگم چقدر جم قراره بهتون بده ولی امیدوارم خوشگل بگردین چون اینم نیست که حالا بگی
اینو اولین نفر اومده پیدا کرده. یه چیز سختیه، شاید مثلا 20 نفر بیان بگردن نتونن پیدا کنن ولش کنن برن، یا بگن آقا این مصرف شده. آقا خلاصه بگردین شانستون رو امتحان کنید، شاید شانس شما گرفت. آقا خلاصه که شانسیه، احتمال داره 100 جیم بده، احتمال داره 2 کو 100 بهتون جیم بده، یا شاید هم با 9 هفتگی بهتون بده، مشخص نیست. آقا ویدیو همینجا به پایان میرسه. مرسی که تو این ویدیو تا اینجا همراهمون بودین. تا ویدیوهای بچه بعدی دمتون گرم همراهی کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم فعال کنید.